مرد انگلیسی راهی بصره بودند که در میانه راه ماشینشان از کار افتاد. شتربانی را دیدند و پرسیدند به بصره میروی؟ ما را هم میبری؟ شتربان گفت آری میبرمتان. به راه افتادند. شتربان در طول مسیر هی غر میزد و ناسزا میگفت. یکی از آن انگلیسی ها که عربی میدانست به دوستش گفت شنیدی چه گفت؟ دوستش آرام پاسخ داد اما نگفت که ما را بصره نمیبرد. نه، گفت میبرد. پس بگذار هرچی میخواهد بگوید، مقصود بصره است. بار دیگر شتربان سخنی تندتر گفت. انگلیسی دوباره با عصبانیت شکایت کرد و باز همان پاسخ را شنید. مهم این است که مقصد بصره است. بار سوم دشنام‌ها شدیدتر شد. انگلیسی عصبانی خواست از شتر پایین بیاید و با او درگیر شود، اما دوستش دستش را گرفت و گفت آرام باش. آیا میان همه آن سخنان گفت که ما را بصره نمیبرد؟ نه، باز هم گفت میبرد. پس بگذار هرچه بر زبان میآورد بگوید. مهم این است که به مقصد برسیم. در راه زندگی بسیاری سخنان تلخ و آزارنده خواهند گفت، اما اگر مقصد و هدفت روشن باشد به هر صدای بی ارزش دل نمی سپاری. آنچه مهم است رسیدن به بصره مقصود است، نه غوغای میان راه.